سلام. برند کوکاکولا نوشابه‌ای که الان داره توی شهر مشهد تولید میشه. شرک صنعتی توس، بلوار صنعت. چرا دکترها میگن نوشابه نخورین؟ واقعا دلیلش چیه؟ میدونی چرا؟ خاطر این. میبینیم؟ ما نوشابه نمیخوریم در اصل. اون نوشابه اصلی کوکاکولا اصلا تولید نمیشه. این پایینش یک سری املاح مثل چایی، بالا هم یه دونه آب گازدار با شکر قاطی کرده. تاریخ تولیدش هم ببینیم. دقیقاً تا 18/5/1404 هم تاریخ داره. این هنوز اکسپایر نشده. هنوز تاریخ انقضا داره. واقعا چرا دکترها میگن نوشابه نخوریم؟ دلیلش اینه. چون واقعا ما نمیدونیم چی داریم میخوریم. یا آبیه که حالا با چایی مخلوطش کردن، یه طعم کولا زدن بهش، شکر زدن، گازدارش کردن، دارن به نام کوکاکولا تو بازار تولید میکنن، دارن به بازار عرضه میکنن.